سلام دوستان عزیزم، برای بچه موتور سوار. دوستان امروز اومدیم ببینیم چه موتوری بخریم با چه بودجه‌ای که به کارمون بیاد. دوستان با بودجه 50 تا 150 میلیون اگر میخواید از موتور کار بکشید، منبع درآمدتون از موتوره، مثل اسنپ کار کردن یا حالا اسنپ فود یا هر چیز دیگه ای که شما فکرشو بکنید، میخواید تو بازار کار کنید، میتونید برید سراغ موتورهای هوندا 125، هوندا 200، هوندا 150، حتی طرح باکسرهای کار کرده یا خود باکسر کار کرده رو میتونید داشته باشید با این بودجه. یه ذره بریم بالاتر، کسایی که دوست دارن با موتورشون برن سر کار برگردن، نهایتا با خانوادهشون آخر هفته برن بیرون یه دوری بزنن، اشغالشون رو بکنن برگردن، میتونن با بودجه 200 تا 250 میلیون موتورهای طرح اسکوتری مثل کلیک طرح یا آیروکس طرح رو داشته باشن. حتی کارکردهای این موتور اصلی رو میتونن داشته باشن و اینکه دستتون بازه. خیلی از موتورهای دیگه که حالا من نام نمیرم که ویدیو طولانی نشه رو میتونید داشته باشید.